کس حاضر نیست که بمیره. هر به دست آوردنی تو زندگی مستلزم از دست دادنه. تا وقتی از دست ندی به دست نمیاری. انگلیسی‌ها یه ضرب المثل خیلی قشنگی دارن که میگه برای درست کردن یک املت خوشمزه حداقل 2 تا تخم مرغ باید بشکنه. هر چیزی که تو این دنیا میبینی یه بهایی داره. یا بهاشو با پولت میدی یا زمانت، جوونیت، آرامشت. مجانی نیست، خیالت راحت. خلاصه یه چیزو باید فداش کنی. با یک جا نشستن به هیچ چیز نمیرسی. تنها موجودی که با نشستن به هدفش رسیده مرغه. با لش کردن و خوابیدن هیچی نمیشه. بهت قول میدم وقت برای خوابیدن زیاده. ایشالله که بعد از 120 سال سرتو گذاشتی رو زمین، اون موقع راحت بگیر بخواب. اونقدر بخواب که بگیری بپوسی. هیچ کسی هم کاریت نداره، هیچ کسی هم بیدارت نمیکنه. شما هیچ آدم موفقی رو پیدا نمی‌کنی که توی زندگیش سختی نکشیده باشه، زجر نکشیده باشه، فحش و بی‌احترامی نشیده باشه، خار و خفیف نشده باشه. اصلا لازمه موفقیت همینه. باید خورد بشی تا تیکه تیکه درست بشی. اون وقت تبدیل به یک اثر هنری میشی. یه جمله‌ای هست که خیلی دوستش دارم. میگه که اگر فکر می‌کنی بهای موفقیت خیلی زیاده، صبر کن تا بهای پشیمونی رو ببینی و این پشیمونی نسل‌ها ادامه داره.